سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. داخل این ویدیو قراره بریم گرفتن بندیت حالا یا همون کرمین زیو ببینیم. حالا نمیدونم سیزن 1 یا 3 فکر کنم، نمیدونم، ولی قدیمه در اینکوباتور. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو فعال کنید، ویدیو رو لایک کنید تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب بچه ها، اومده داخل لاک رویال 1115 تا هم جم داره لعنتی. خب این که کریمینال هم آقا، ما همون بندیت رو میگیم، به خدا بهتر. خب این که بندیت زرد آبی، خب آبیه 3 تا سنگ میخواسته، یه بنر بنفش. قرمزش خیلی گاده. خب کارت اینکو داری، چی داره؟ اون موقع راستی کارت اینکو نبوده فکر نکنم. آره باید با جم میزد. خب 240 تا، الان فکر کنم شده 360 تا، نه نمیدونم. آره فکر کنم شده 360 تا جم. خب یه سنگ بهش میده. اون موقع هم آلیت بوم بوده، سیزن 7 بود، من میگم 3. خب یه سنگ بهش میده. اون موقع بازی خیلی لگ داشته کلن. حالا نمیدونم مشکل از گوشی این یاروه یا بازی کلن لگ داشته. خب یه 240 جم دیگه میده. تا الان فقط یه سنگ گرفته. لعنتی اون موقع خیلی بازی بیشتر کیف میداده تا الان. خب ببینیم چی. یه بنر بهش داد، 2 تا بنر. 2 تا بنر، یه سنگ رو ندیدم. 2 تا بنر گرفت با یه سنگ. دهنش سرویس. سفیده آقا، قشنگ معلومه سفیده. حالا ما که بیان بزنیم میاد 2 تا از این چیزای ساعت ها میده میره. خب تو فکره که بیاد که بندیت، حالا بازم بخواستم بگم کرمینال، بندیت زرد رو بگیره. البته اسم اصلیش همون کرمینال هستا. خب تو فکره که بیاد بندیت زرد رو بگیره. بعد میگه حیفه، من 2 تا بنر دارم، 2 تا سنگ، یه سنگ دیگه گیرم، بیام آبی رو بگیرم. 635 تا هم جم مونده براش. خوبه. خب میاد یه 240 تا دیگه میزنه. یه پلشتی بهش درخواست میده. قبلا کیفیت بازی خیلی افتضاح بوده، افتضاح. یه اسکی 2 تا دایموند رویال بهش داد. خوبه. یه 240 تا بیشتر نمیتونه بزنه. 155 تا جم بیشتر نداره. اینجا دیگه سفید نبود، سیاه شد. 800 تا پول لعنتی. الان فوقش ما لول اپ کنیم 50 تا پول میده. اینجا تو اینکوباتور 800 تا پول بوده، پشم. خب اینم نداد بهش. ببینیم چیکار میکنه. یا میره جم میزنه، فکر کنم بره جم بزنه. آره دیگه میره جم میزنه میاد. اون موقع قبلا خرپول بودن. چی گفتم؟ خب حالا مونده که بگیره یا بره جم بزنه بیا. بدبخت الان باید بره التماس مامانش کنه، بگه مامان پول بده، لعنتی پول میخوام. خب بسته دیگه. کجا بودیم؟ لول چند ندیدم. لول 55 فکر کنم بود. آره. خب بندیت آبی، بندیت زرد. خب کجا میره؟ کیفارو اسکیتو. این هم مثل ما هرچی جدید میگیره همونو میذاره در جا. دنس آلیت بوم بوده، آلیت هم فکر کنم گرفته. حالا نمیدونم چرخنده یا بمبه، نمیدونم، مطمئن نیستم. رفت جم زد 295 تا اومد. مامان بابا راضی شدن بهش بدن جمو، نه پولو. منحرف نمیشد.
اینکوباتورم 5 روز و 9 ساعت و 58 دقیقه و 26 ثانیه دیگه بوده. خب میایه 2-3 بار میزنه رو بنر و سنگ و این چیزا، میگه خدایا بس دیگه سیاهی، بده ناموسن سنگو بری. خوبه. بله. میاد اینجا میگه ببینیم چی داریم چی نداریم. برو بزن زودی دیگه دهن سرویس. 3 تا سنگو کیه گرفت لعنتی؟ ندیدم. اوه چقدر گیجم، بس که حرف میزنم و خلاصه بندیتابی رو گرفت، یه اسکرین شات هم گرفت بره بفرسته برای دوستاش، بگه دلتون بسوزه. چی گفتم؟ دلتون کباب شه. حاجی ولش کن بی خیال. خب لول چند؟ لول 52. آره. خب بچه ها این بود از ویدیو. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشو فعال کنید. اینستا ما هم روی صفحه میاد، حتما برید فالو کنید. تلگرام ما هم روی صفحه میاد، حتما عضو شید. تا ویدیوی بعد.